با نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چنانه که در نوارد گذشته گفته بودم، اعضای بدن انسان را از موی سر تا ناخن پا تعبیر می نماییم. ما آن را چند قسم کردیم تا زیاد نشود. اولا از گردن بالا را آغاز میکنیم. مغز سری انسان. اگر کسی در خواب ببیند مغز سرش به زمین افتاد، مال از دستش می رود. اگر ببیند مغز را برداشت و در سر خود گذاشت، سرمایه به دست می آورد. میجه. اگر میجه های چشم خود را در خواب ببیند، از دیانتش مواظبت و نگهداری می کند. اگر ببیند میجه هایش ریخت، دیانتش فاسد و خراب می شود. اگر ببیند میجه هایش جنبید، بیمار می شود. گوش. اگر کسی در خواب ببیند گوش او افتاد، زنش را طلاق می دهد یا دخترش می میرد و نیز می گویند اجلش فرا رسیده است. اگر ببیند گوش او کج شد، دیانتش فاسد و خراب می شود. لب. دیدن لبها در خواب برآورده شدن حاجت هاست و دیدن لبی پایانی در خواب بهتر از لبی بالا است. و بعضی میگویند دیدن لبها در خواب دلیل قرابت و خوشی است. اگر ببینند لبهای او نبوده اند، از مال او کاسته میگردد و نیز میگویند زنش میمیرد. اگر ببیند لبهای او را بریده اند، زنش را طلاق میدهد. گردن. اگر کسی در خواب بر گردن خود سنگین ببیند، بیمار می شود. و اگر ببیند بار بر گردن دارد و آن بار هیچ رنج و زحمتی برایش ندارد، دلیل بر درستی و دیانت و امور طولانی است. گلو. گلو در خواب دلیل امانت و پرداخت قرضی و دهکاری است. اگر ببیند گلویش سالم است، امانت نگاه دارد و بدهیش را می پردازد. اگر ببیند گلویش بیمار است، تعبیرش برخلاف این است. اگر ببیند گلویش گشاد و فراخ است، رزق و روزیش زیاد می شود. و اگر ببیند تنگ است، امانت نگاه می دارد. روی. اگر کسی در خواب صورت خود را زیباتر از آنچه در بیداری هست ببیند، مقام و منزلتش بیشتر می شود. و اگر ببیند صورتش زشت و بد ترکیب شده است، نزد مردم مقام و منزلتی ندارد و با او با حقارت نگاه میکنند. دهان. اگر ببیند دهانش به شدت و مسدود است، هلاک می شود یا بیمار می گردد یا اجلش فرا رسیده است. اگر ببیند دهانش بزرگ شده، به طوری که غذای زیادی در آنجا می گیرد، به اندازه آن به او نعمت و روزی می رسد. دندان. اگر ببیند دندان او در کف دستش افتاد یا کنار او یا روی زمین افتاد و آلوده به خاک نشد، فرزند یا خواهر یا برادر پیدا می کند. اگر ببیند دندان او نزد او به زمین افتاد و میان خاک گم شد، یکی از این افراد می میرد یا از او جدا می شود، به طوری که هیچ کس از او خبر گرفته نمی تواند. اگر ببیند قسمتی از دندان او شکست یا گم شد، به یکی از آنها بلا و آسیب وارد می شود. و اگر ببیند به دندان پیش او ضربه خورد، با آن افراد خصومت و دشمنی پیدا می کنند. اگر ببیند یکی از دندانهای پیش او کنده شد، با یکی از این افراد حرف زشت می زند و از او جدا و دور می شود. و اگر ببیند دندانهای جلوی او اضافه شد یا خوب و پاکیزه گردید، با یکی از این افراد خیر و شادی می رسد و بر مقام و منزلتش افزوده می گردد. اگر ببیند کنار دندان جلویی او دندان درآمد، اگر در ردیف بالا باشد، پسر یا برادر پیدا می کند. و اگر در ردیف دندانهای پایان باشد، صاحب دختر می شود. اگر ببیند همه دندانهایش به کف دست یا کنار او افتاد، افراد خاندانش زیاد می شود. و اگر ببیند همه دندانهایش ریخت یا میان خاک ناپدید شد، گروهی از خاندانش هلاک می گردند. و تعبیر دندانهای دیگر نیز مثل دندانهای جلو است. و تعبیر هر دندان با کسی که با دندان تعلق دارد مربوط می شود. اگر ببیند دندانهایش از شیشه یا نقره یا سفال یا نظایر آن است،
اجلش رسیده است و اگر از ظلم او دندان رویده است زود هلاک می شود. و بعضی از معبران می گویند افتادگان دندان دلیل بر پرداخت بدهی و وام است و بعضی می گویند دلیل بر جنگ و خصومت است. چشم در خواب بینایی و بصیرتی است که به وسیله آن را هدایت را تشخیص می دهند و چشم ازرق بدعت است و چشم شهلا فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است و اگر کسی در خواب ببیند نابینا شده است گمراه شده است یا فرزندانش میمیرند. اگر ببیند یک چشمش کور شده است نیمه از می خود را از دست داده یا گناهی بزرگ با یک دست یا یک پا یا یکی از اندام خود مرتکب شده است و یا مصیبت به خودش میرسد یا به امر مربوط به او لطمه وارد می شود. پیشانی در خواب قدر و منزلت مردم است، زیرا جای سجده برای خدای متعال می باشد و بعضی می گویند پیشانی در خواب فرزند از خانواده اوست، ثروتمند و دارا می شود. اگر ببیند نشان و علامت روی پیشانی اوست و تدین و پرهیزکاری مشهور می شود و اگر ببیند کسی به پیشانی او زخم زد و خون روان شد قدر و منزلتش افزایش می یابد و اگر ببیند پیشانش کوچک شد تعبیرش برعکس این است و اگر ببیند پیشانیش شکل دیگری شده است زیان به او می رسد و اگر ببیند روی پیشانیش موی سبز شده است قرضدار می شود. اگر به آن موی سرخ یا سفید باشد قرضش به جهت عیال و همسرش می باشد و اگر ببیند پیشانیش ورم کرده مالش افزایش پیدا می کند و اگر ببیند از پیشانی او مار و عقرب یا چیزی دیگری بیرون آمد و قدر آن از دشمنان با او رنج و گزند می رسد. بینی اگر ببیند مغز از بینی او بیرون آمده است از شخص بزرگ و سرشناس به او منفعت می رسد و اگر ببیند جانوری مثل کرم و مگس از بینی او بیرون آمد صاحب فرزند می شود و اگر ببیند بینی او سوراخ است و مهار و افسار به بینی او بستند با مردم به تواضع و فروتنی رفتار می کند یا با زن مهم و سرشناس هم نشین می شود و از او مال و نعمت به دست می آورد و اگر ببیند سر بینی او مسدود و بسته است و طوری که نمی تواند نفس می کشد در بند و بست قرار می گیرد و وانمانده می شود و اگر ببیند با بینی تو دماغی حرف می زند ثروت و کامرانیش از دست می رود. اگر ببیند پشت سر بینی او خراشیده و از بین رفته است زیان به او وارد می گردد. کاسه‌خانه سر نفری که در خوابش استخوان کاسه‌خانه سر را استعمال می کند مبلغ‌های پولیش تمام می شوند. کله در خواب دیدن آنکه کله از بدن جدا است معنای مفلس شدن را دارد. اگر در خواب خود را دو سره یا سه سره ببینید دشمن خود را غالب آمده و تمام آرزو و نیت‌های خود می رسید. نفر بیماری که سر خود را در خواب بریده می بیند از بیماری شفا می یابد. قرضهای خود را بر می گرداند، از تشویش‌ها آزاد می گردد. نفری که سر خود را در خواب بریده می بیند دیگران را مطیع خود کرده می تواند. سری در پرواز قرار داشتن نشانه سفر و سیاحت است. سری خود را در دست دیدن برای نفرانی که به سفر آمادگی می بینند یا فرزند ندارند نشانه نیک است. اگر در خواب سر خود را به سر پلنگ و شیر یا فیلم و بدل گشته ببینید از عهده کار خود به خوبی می برآیید. زبان دراز یا حفظ شدن زبان در خواب نشانه قدرت و بزرگی، غالبیت بر دشمنان یا نشانه حلیمی، احترام، سخنرانی و با ادبی شخص خواب دیده است. همزمان زبان در خواب تجسمگر فکر و عقیده های انسان، کفالت نجات او، دلیل و برهان است. رفت و زبان در خواب از حد زیاد گردد پس شخص خواب دیده شخص بی‌حیا و بد اخلاق و فاسق است. نفری که در خوابش گپ زدن می‌خواهد گپ زدن نمی‌تواند پس در بیداری گپ‌های گفته‌اش درد سرش می‌شوند. زبان بسته در خواب شهادت بیماری و غم و اندوه است. در خواب بی زبان شدن نشانه آن است که شخص خواب دیده به نفر خیلی گستاخ یگان چیزی در کاری می‌دهد. خود را با دو زبان خواب دیدن نشانه آنی که شخص خواب دیده همه گونه ناگواری ها را پس سر نموده همزمان دشمنان خود را مغلوب می‌گردد. زبان بسته در خواب شهادت بدبختی، بیماری و محتاجی است.
اگر در خواب در زمان موی سیاه برآید این بدبختی است، موی سفید بدبختی در پیش ایستاده است. دراز شدن زبان در خواب به حدی که گلو را محکم نماید دلیل آن که شخص خوابیده عادت پول جمع کنی و زخمگی را دارد. همزمان چنین خواب از نزدیک آمدن روز مرگ شهادت می‌دهد. موی نفری که در خواب در کف دست و تمام روی خود موی می‌بیند قرضدار می‌شود. موی دیگر اعضای بدن نشانه بایگری است. اگر شخص تاجر در خواب موی سر خود را دراز ببیند دارویش دوچند می‌گردد. همزمان موی کوتاه به کم شدن دولت اشاره می‌کند. اگر نفری در خواب موی بدنش را با آهک تازه کند اگر بای باشد مفلس می‌شود، اگر کم بغل باشد بای می‌شود، رفت و مشکلی و تشویش داشته باشد رفت می‌گردد، بیمار باشد شفا می‌یابد، قرضدار باشد قرضش را برمی‌گرداند. موی در سر نشانه بایگری و دراز عمری است. بافتن موی در خواب نشانه عملی شدن کارها و مال و ملک خود را از زیان و ضرر حفظ نمودن است. اگر نفری در خواب ببیند که موی سرش در ماه‌های حج و در دیگر ماه تراشیده شده است از بایگری محروم می‌گردد یا دولت راهبر خود را نابود می‌سازد. ابرو اگر مرد ابرو خواب ببیند صاحب عزت و حرمت و شخصی با اعتماد می‌گردد. اگر در خواب ابروی مرد را پیوند ببینید این نشانه محبت و دوستداری است. ابروی به بالای چشم افته بر دراز عمری اشاره می‌کند. در خواب ابروی قوس داشتن معنای آن را دارد که انسان زندگی شایسته را به سر میبرد. این بود برادران اعضاهای بدن انسان از موی سر تا گردن. انشاءالله در نوار دیگر از گردن تا به ناخن ادامه میدهیم. با ما باشید. انشاءالله ما ویدیو را ضبط کرده میپرتیم. باقی سربلند و پیروز باشید. خداوند نگهبانتان باد.